مگه تو املاکی هستی؟ هر کی میاد تو فدراسیون دستشو میگیری میبری ساختمونا رو نشونش میدی. واقعا آدم چندشاوری این علیرضا دبیر. علیرضا دبیر سفر تیم ملی کشتی ایران رو به آمریکا فدای صحبت‌های خودش کرد. شما نگاه کنید ببینید آقای علیرضا دبیر چه بلایی سر فدراسیون کشتی آورده، به حسینیه تبدیل کرده. از قدیم پس ساندیس و اینا دوست داشتیم. تو شورا هم بعضی وقت عصبانی می‌شدی وسط جلسه از این نمازهای مستحبی می‌خوندی که بگی آقا من اصلا شما رو کاری بکنم. دنبال یه چیزی بگی یا ببینید مدیریت فقط این نیست که من 2 تا برم سالن بزنم، سالنم بخوام بزنم، من نوعی میرم یه جایی که مستعدا اونجان، استعدادا اونجان، اونجا میزنم. شورنم با بسر مبارک شاید دکتر.